این هفته خبر تو خبر داره براتون از هلیکوپتری شدن رئیسی جلاد که یه ضربه اساسی به ملاج عظما بود. سلام، صبحتون بخیر. شهادت خادم الرضا و خادم جمهور ایران آیت الله رئیسی و همراهان در سانحه بالگرد، پیکر شهدا و بقایای بالگرد با بسیج نیروهای امدادی و با اطلاعات بالگرد ایرانی پیدا شد. از همون روز مردم ایران رو پاشون بند نیستن و هر طور هست شادیشون رو نشون میدن. عظما فکر میکرد با ادو اطوا رو کش دادن میتونه این بحران رو از روی سر و عمامش رد کنه. امیدواریم خداوند متعال به سلامتی کامل رئیس جمهور عزیز ما و همراهانشون رو به آغوش ملت برگرداند. رئیسی برگشت، منتها جنازش. اینجا که میبینید دقیقا محل سقوط این بالگردیه که متاسفانه اینجا سقوط کرده. دقیقا این محل سقوطشه، این خود بالگرده که سقوط کرده و الان دارین اینجا تصاویرشو میبینین. این تصاویر توسط پهپادهای جمعیت هلال احمر که جزء داوطلبین ما هستن تهیه شده و الان دارین اینجا شما میبینین که متاسفانه بالگرد به این سبک به این شکل تو منطقه سقوط کرده. برگشت رئیسی یه چیزی توی این مایه ها بود. اینجوری بود که بالاخره تو صف پاسدارا و آخوندهای ترکیده نوبت به رئیسی جلاد رسید. این روزا هرچی عظما گریان و نالانه، مردم خوشحالن و شیرینی پخش میکنن. نوش جونه بگیرین، خوشحال باشین. نمیگیرم بگیرم بازم باشه. دست دادم خدا قبول کنه. دانش آموزا هم اینطوری در شادی سقط شدن رئیسی شریک شدن. از اون طرف عظما از ترسش شروع کرد به ماسمالیزاسیون و ایشالله ماشالله کردن. مردم عزیزمون مطمئن باشن که هیچ اختلالی در کار کشور به وجود نمیاد. این حرفای عظما مثل حرفای این طرف برای آب کردن ماشین قراضش میمونه. کل نظامش سوراخ شده، بعد میگه مشکلی نیست. سلام، 405 مدل 82 موتور سالم، ماشین در حد اتاق می باشد، سند آماده انتقال، قیمت تماس دایرکت در خدمتتون هستیم، فقط موتور سالمه. تیویریش هم که سالها تلاش میکرد چهره رئیسی جلاد رو بزک کنه، مجبور شد به حکم خمینی و جنایت‌های رئیسی اعتراف کنه. فعالیت‌های قضایی او باعث شد امام خمینی، رهبر انقلاب اسلامی، رئیسی و نیری را مأمور رسیدگی به پرونده‌های راکد در شورای عالی قضایی کند. حالا بشنوید از ابتکارات کاربران فضای مجازی
که از زمان انتشار اولین خبرهای گم و گور شدن هلیکوپتر رئیسی شروع شد. یکی گزارش هلال احمر رژیم رو اینطوری منتشر کرد: مهالوده فضا بدجوری محدوده، من راهی به راه تو، ولی این جاده مسدوده. یکی هم علت سقوط هلیکوپتر رئیسی رو به تصویر کشید. خودم پشت فرمون بشینم ها، من این دفعه یک دفعه کار بکنه خودم پشت فرمون بشینم، من این دفعه یک دفعه کار بکنه خودم پشت فرمون بشینم. همزمان یه فایل صوتی هم از رئیسی منتشر شد که کلی شنونده داشت. آقا به شایعات توجه نکنید تو رو خدا، بنده زنده هستم، با یه گرگ اینجا نشستیم داریم بقایای این جسد آقای امیر عبداللهیان رو میخوریم. مگه نه آقا چیز؟ آقا گرگه گیرید بچه‌ها، ما سالم هستیم. این قضیه هلیکوپتر هم خودش تبدیل به سوژه فضای مجازی شد. هلیکوپتر هلیکوپتر پاراکوپتر پاراکوپتر هلیکوپتر هلیکوپتر پاراکوپتر پاراکوپتر. بعضی از کاربرا هم جملات قبلی آخوند رئیسی رو یادآوری کردند که خیلی با این اوضاع و احوال همخونی داشت. در هر صورت روز بسیار مبارکی است. در هر صورت روز بسیار مبارکی است. السلام علیکم. حالا تو این وضع و اوضاع خودتون حال و روز بسیجی‌های دل و دماغ سوخته رو حدس بزنید. مرگ بر آمریکا، مرگ بر انگلیس، مرگ بر منافقین کافا، مرگ بر اسرائیل. گرامی می‌داریم 9 دی ماه. در پایان این شما و این هم یک هنرنمایی ترکیبی با یه پیشی خوش صدا. هر هفته میریم سفر تو کوچه های خبر، باره میره توی گور این عزمای در به در، غمها رو از دل ببر با خبر تو خبر، خبر تو خبر، خبر تو خبر.